گایز چه خبر؟ امروز اومدم بریم ببینیم میشه پابجی رو فارسی کرد یا نه. اگرم میشه چجوری؟ خب اول اینکه بهتون بگم احتمال فارسی شدن پابجی صفره. پابجی حتی ایران رو فیلتر کرده، چه برسه دیگه جاهای دیگه رو. ایران رو فیلتر کرده، بعدش بیاد زمان فارسی رو بیاره به اصلا ایران. پلیر ایرانی اصلا پیش پابجی آدم حساب نمیشن که بخواد پابجی بیاد فارسی بکنه. خب بعدش فارسیش نشده. خب مثلا پابجی فارسی وجود نداره. خب بعدش اگر شما بخواید پابجی فارسی کنید فقط تنها راهش اینه که شما برید داخل ترجمه آنلاین گوگلتون. موقع رفتی داخل ترجمه آنلاین گوگلتون پابجی دیگه مثلا هرچی گفته باشه رو اونجا مینویسید و به فارسی برای شما معنی میکنه. خب برای میخواید مثلا چیزای آرپیو بگید، مثلا آیه برچه ها. خب اگه بخواید مثلا مرحله های آرپیو مثلا به فارسی نمیدونم چی کنید، چیش میگن معنی کنید، باید اینا رو کپی کنید یا عکس بگیرید برید اونجا بزنید و فارسی معنی شد برید انجام بدید و آرپیتون رو ببرید بالا. خب اینجوریه کاکو. خب و اینجوری شما میتونید آرپیتون رو به خیلی سرعت بالا ببرید حالا. خب فقط تنها راه فارسی شدن آرپی اینه. بچه‌ها لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله برش روی آل بزنید، بزرگترین حمایت میتونید از ما بکنید که سریع 100 تایی بشیم و قرعه‌کشی 600 تا یوسی بهتون بدیم فقط. و کامنت بذارید، لایک کنید این ویدیو رو، لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. اگه من کامنتتون رو دیدم، لایکتون هم دیدم، اومدم بهتون بدم، اگه دیدن سابسکرایب نکردید دیگه جایزه 600 تا یوسی یعنی 2 تا الایت یعنی نمیشه، یعنی این جایزه گیرتون نمیاد اگه سابسکرایب نکرده باشید. همه سابسکرایب کنید. از ویدیو قبلمونم برید نگاه کنید، خیلی خفنم ویدیو قبلمون و جنگشون خیلی بالاست، فرخ رایگان و این حرفا. خلاصه همه ویدیو قبلمون رو نگاه کنید. بوس بای.